موافق نقشه چاره‌بینی‌های مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 112 به نام ناصری خسروی دهه ورزیکنده در جماعت دهاتی لایق شیرالی شهر پنجکند بخشیده به 70 سالگی سابق آموزگار فنی متماتیکای مؤسسه مذکور بابویف محمدامین چاره‌بینی دایر نمودند که در آن مهمانان، خوانندگان و فعالان دهه اشتراک نمودند. در آغاز خوانندگان از زندگی نامه سابق آموزگار مؤسسه سخن نموده یاد او را گرامی داشتند و شعرها قرائت نمودند. السلام علیکم استادان عزیز، خوانندگان محترم. چنانچه همگان اطلاع داریم با تشبث اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشروی ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امام علی رحمان سالهای 2020-2040 20 ساله آموزش فنهای طبیعی، دقیق و ریاضی اعلام گردیده است. با این مناسبت و به خاطر گرامی داشت سابق آموزگار فن ریاضی اعلاچی معارف تاجیکستان شادروان بابویف محمدامین مأموریت مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 112 به نام ناصری خسرو آزمون حسابدان بهترین و ریاضیدان بهترین را راهاندازی کرد بود. این آزمون در 2 دور جریان گرفته دور اولی آن سنه 10 فوریه جمع کرده بود. در دور اولی آن از 157 نفر خوانندگان مؤسسه 148 نفر شرکت ورزیدند. از هر تقسیم 3 نفر بهترین ها به دور دوم راه یافته بودند. آزمون مذکور در 2 قسم برگزار گردید. قسم اول با نام حسابدان بهترین میان خوانندگان صنف‌های 1 2 3 4 5 و قسم دوم باشد با نام ریاضیدان بهترین میان خوانندگان صنف‌های 6 7 8 9 10 11 گذرانده شد. امروز دور دومی آن نیز جنبش گردید. همچنین به خاطر در رویه‌های طرز حیات سالم تربیت نمودن خوانندگان و بخشیده به جشن بین المللی نوروز یک چند مسابقه‌های ورزشی دایر کرده شد که خوانندگان در آن فعالانه شرکت ورزیدند. در برابر این در مؤسسه یک چند آزمون ویکتورینه‌های دیگر نیز تشکیل و برگزار کرده شد که در برگزاری آن سهم استادان خیلی کلان است. استاد در برابر به زبان گرفتن این واژه در نظر ما شخص عزیز و معتبر پرورشگار معنویات انسانی تجسم می‌یابد. او یگانه شخصی است که برای علم را از خود کردن شاگردان غم می‌خورد. به عقیده ابن یمین گفتنیم که تا آن که طفل خواند و صاحب نظر شود استاد مهربان او خونی جگر شود. لعنت به آن کسی که پس از ختم خواندنش از مهنت معلم خود بیخبر شود. آره، استاد زنده یاد ما محمدامین بابویف نیز برای دانش اندازی شاگردان خویش زحمت‌های زیاد کشیدند. حالا ما باشد با شرح مختصر زندگی نامه استاد زنده یاد محمدامین بابویف آشنا می‌شویم. قرائت زندگی نامه استاد بابویف محمدامین 31 می سال 1952 در دهه ورزیکنده جماعت کلخوزجان حالا لایق شیرالی شهر پنجکند در عائله دهقان اصیل 10 مرده بابای مولا بابا به دنیا آمدند. بابای مولا بابا سالهای طولانی در کلخوز ستاره سرخ وظیفه سرچوپان را به ذمه داشتند و فرزندانشان را با یک بار نانی به عرق جبین یافته‌شان کلان کرده به وایه رساندند. هرچند در آن زمان تحصیل کردن خوانندگان از یک دهه دوردست در پایتخت کاری نه چندان آسان بود. این مردی برنامه‌دل و علمدوست توانستند 6 پسر خود را در پایتخت خواننده صاحب معلومات عالی گردانند. یکی از آنها استاد بابویف محمدامین میباشند که سال 1974 اونیورسیتت دولتی تاجیکستان حالا دانشگاه ملی تاجیکستان را با موفقیت ختم نمودند.
استاد بابوئف پس از ختم اونیورسیته یک مدت در همین درگاه فعالیت کرده. سپس تا سال 2008 در مکتب‌های 73 دهه غزه، 59 دهه قم، 34 دهه ورزیکنده ناحیه پنجکن به صفت آموزگار فن متماتیک کار و فعالیت کردند. همچنین بیش از 10 سال رئیس کمیته اتفاق کسبه مکتب 34 حال و مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 112 دهه ورزیکنده را به ذمه داشتند. استاد بابوئف محمدامین با حکم تقدیر سال 1994 به بیماری گرفتار شدند و تا لحظه واپسین به این درد درمان پیدا کردن نتوانستند. محبتی به اندازه داشتن به کسب و مهر افزون نسبت به مکتب شاگردان استاد را نگذاشت که در خانه نشینند و نابسته از وضع بد سلامتیشان 14 سال دیگر به کسبشان صادق مانده شاگردان زیادی را از نازکی‌های فن ریاضی با خبر گرداندند. از جمله دوام 6 سال 8 کیلومتر مسافه را پیاده با صد عذاب طی کرده در مکتب 59 دهه قم فعالیت نمودند. با گفته دکتر علم‌های کیمیا پروفسور کریمزاده محمد قلبابو کم آموزگارانی را میتوان پیدا کرد که مثل استاد بابوئف محمدامین یک پاره نان معلمی را اینقدر با زحمت زیاد صاحب شود. تا به حال چندین تجهیزات و عیانیت‌های ساخته استاد در مؤسسه‌مان باقی مانده از نوآور و ایجادکار بودن ایشان درک می‌دهد. استاد بابوئف بغیر از آموزگار ورزیده بودنشان باز اگرونوم، چیلانگر، طبیب، استای چوب، داروساز، استای تعمیر پایافزار، آشپز و ده‌ها هنرهای دیگر را از خود نموده به مردم خدمت‌های صافدلانه انجام می‌دادند. شاعر عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان استاد انوربک ابونصر در مرثیه خود که در روز مرگ استاد بابوئف محمدامین انشا گردیده است چنین می‌نگارم: با عذاب چیل هنر را از برایش کسب کرد. این گواهی آن است که استاد واقعا مرد هنر بودند. متاسفانه به درد اجل درمان نیافتند و 25 ژانویه سال 2009 در منزل استقامتیشان جان به جان آفرین سپردند. خدمت‌های صافدلانه و بی‌نقصان استاد بابوئف محمدامین با نشان اعلاچی معارف تاجیکستان، عنوان معلم متدیست و چندین افتخارنامه و سپاسنامه‌ها قدر کرده شدند. استاد شاگردان زیادی را تربیت نمودند که آنها در پی آبادی و گلگشکوفایی کشور عزیزمان سهمی به اندازه دارند. از جمله آنها دکتر علم‌های فیلولوژی پروفسور شریف مراد رحیمزاده اسرافیلینیو، دکتر علم‌های کیمیا پروفسور کریمزاده محمد قلبابو، دکتر علم‌های فیلولوژی پروفسور سمیدین جامتوف میباشند. زنده و جاوید ماند هر کی نکونام زیست که از عقیبش ذکر خیر زنده کند نام را. یاد استاد عزیز گرامی بود. معلم مشعل راه جماعت بود سیقل ده عقل و ذکاوت. هر انسان نزد او یابد تکامل. معلم شهگل در باغ ملت. معلم کسب انسان ساز دارد، کلید قلف‌های راز دارد. خمیر خام سازد نان پخته، در این ره صنعتی اعجاز دارد. حالا سخن به استاد دانشگاه ملی تاجیکستان دکتر علم‌های کیمیا پروفسور کریمزاده محمد قلبابو. استادان نهایت گرامی قدر که در اینجا استادان بزرگی من حضور دارم و واقعا افتخار هر یکی ما هستند و حاضرین عزتمند و مهمانان عزیز که از مؤسسه‌های تحصیلات‌های دهه همسایه اینجا حضور دارند. هر یکی شما رو به این معرکه خوش آمدید میگویم، چون که من به این حقم دارم و برادری من هستند و افتخارم از اون دارم که امروز در دهه ما با افتخار زنده کردن نام فرزندان خود چنین یک اقدام نیک پیشه کردم و من از فرصت مناسب استفاده برده یکایک همه آن کسانی که در تجدید این
جشنواره و این چهاربینی امروزه سهمگزار هستم. از نام خودم، از نام اهل اویلامون اظهار سپاس و منتداری میکنم و باوری دارم که هر کسی که در زندگی خود یک کاری نیکی میکند، یک کاری خیری میکند، از جانبی همون خلق و ملت و دولت و از جانب شخص‌های بیداردل همیشه قدر شناسی کرده میشوند. من باید همین چیز را ذکر نمایم که از در بین برادرای ما، اکای عزیزی ما، اکای محمدامین ما در حقیقت با بسیار خصلت‌هایشان فرق کننده بودند و اینجا چند کسب و کارشان هم اشاره کردند و یکی از خصلت‌های برای کل انسانیت پسندیده این همون سه پایه رکن زندگی این است با همون گفته‌های زردشتی یا اوستایی که پندار نیک، رفتار نیک، گفتار نیک است. در واقع تمام همین مجرای زندگی این است در همین سه شاستون ساخته شده بود و من باری نشنیدم که یک سخنی ناحق، یک سخنی که برای کسی را آزرده کند از جانب این کس به کسی گفته شده باشد و یا اگر حق می آمد، جای حق می آمد یگان خیل گذشته می کردن، خواه برادرشان باشد، خواه دیگر کس باشد، کسی که حق باشد به جانبی همون بودن. این خصلت‌های بلندترین انسانی است و واقعا ما باید که وقتی زندگی نامه این خیل شخصیت ها را می آموزیم از این زندگی نامه آموخته ما در حیات خود از آن استفاده میکنیم. دیگر آن است که در واقع خیلی وقت از بین ما رفتن، همگی 58 سال برای یک نفری که شما میدونید برای یک متخصص بابایه رساندن کمش 40 سال در کار است. حالا که اینجا یک سخنی من هم اشاره آوردن، ما هم که شکر خدا از سال 1986 اینجا در با تعلیم سر و کار داریم و با دانشجویان درس میگوییم. در بین استادان کم استادان پیدا کرده میتوانید که از روی صمیمیت، از روی دلسوزی، از روی واقعا سرسپرده همین کسب خود باشد. این باز میگویم همین خودش نمونه علاقه چند اشاره که از راوی سر کرده من اینجا شاگردای عزیز گفتم از همین دیه چندی نفرها تربیت یافته نشون. این سببش اساسی همین کسانی که در حیات هستند خدای اعلام عمرشان دراز باشد و کسانی که ترک این حیات کردن جاشان جنت باشد، یعنی خدمت‌های و زحمت‌های همینا است و ما حالی دعوا کرده نمیتوانیم که گوییم ما هم به زینه‌های اینا رسیدیم. وقتی شاگردای ما که به همین درجه ها رسید در اون وقت بعد ما حقوق داریم گوییم که ما هم برای خلق ملت خدمت کردیم و در واقع چهاربینی امروزه باز با سیاست زمان که از جانب رهبر کشور اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان که 20 ساله رشد علم‌های دقیق و طبیعت شناسی پیشکش کردید، یعنی این هم یک خیلی چاره‌بینی سری وقتی است و اگر ما در تمدن انسانی نظر افکنیم محض توانستند که کشورهای دنیا با رشد و نموی همه علم‌های طبیعت شناسی به این درجه‌های بلند ترقیات رسند و واقعا تاجیکستان از جهت ذخیره‌های طبیعی، از جهت تمام زمینه‌ها برای یعنی زندگی شایسته برای مردم تاجیکستان تمام زمینه‌ها وجود دارد. معلم فخری دوران بود و باشد، عزیزی هر یک انسان بود و باشد. به قدری روشنی کس میرسد شب، چراغی نورافشان بود و باشد. حالا سخن به ناظر شعبه معارف شهری پنجکن غفار محمد فیاض. خیلی که به شما معلوم است امروز 70 سالگی استاد محمدامین بابویف رو جشن گرفته سالگی. استاد بابویف من هم خیلی قدردانی میشناسم یک وقتی که غذا کار میکنم مکتبی کمک کار میکنم و با اون میخوریم صحبت میکنیم. بسیار انسان بزرگ هستم. این خیلی انسان ها رو یافتن بسیار وزین است. زین رو بزرگ هستی
مثل پدر معلم در عالم معانی همراه بر معلم حرف درست خواندم از شوق میدمیدی تا سربلند باشم بسیار سرخمیدی. حالا سخن به آموزگار مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 59 دهه کمک جورایف مولان. من امروز یکی از استادان بهترین ما استادان بابویف امین یعنی 70 سالگی شما جشن میگیریم. پیش از همه زنده کردن یا که یادبودی گذشتگان این پیشه از همه خوب است برای هر یک انسان است، چون که ما زنده کردیم در یاد که نگاه داشتیم این نشانه آن است که ما در خاطر ما نگاه می‌داریم. بابویف امین از سال 2003 تا سال 2008 در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 59 به حیث آموزگار متماتیک درس گرفتم. همون سالها من همچون سرور مکتب بودم. بابویف امین بسیار شخص نجیب بودن، شخص خاکسار بودن، شخص دانا بودن، شخص مصلحتچی بودن. یعنی در همون سالها که در مؤسسه ها معلمان متماتیک نیات کم بودن، بابویف امین وقتی خود را دریغ نداشته راه دور را به خودشان پیشه کرده از ورزیکاندا به دیه قما میرفتن هر روز و به طلبگان مؤسسه ما درس میگفتن. تا حال من بینید در مؤسسه ما حالا صفی معلمان متماتیک به 5-6 نفر رسیده است. همه همانها شاگردان بابویف امین می باشند و تا حالا آنها در وقتی که همونجا میشینیم جلسه ها میشوند بابویف امین را یاد میکنیم، در بارش هم گام میزنیم. بابویف امین همیشه ما در خاطر نگاه میداریم. بابویف امین شخص مصلحتچی بودن، یعنی با کارهای میتودی مکتب یاری خودشون را نظم میرسانیدن و تا حال من در خاطر دارم بعضی مصلحت‌های میتودی که نسبت فن متماتیک یا که فن‌های عموما طبیعی ریاضی بودن یعنی تا حالا نقششان هست در مؤسسه ما. من بابویف امین احترام میکنم چون که این کس استادان هستند و در یاد ما همیشه در خاطر ما ابدی هستند. یادشان بخیر. بود هر کار به استاد دشوار نخست استاد باید وانگه کار. تشکر بر تو بادا او استادم، من از غمخوریت بسیار شادم. تو رو یک عمر خواهم کرد عظیم که بر من داده ای با صدق تعلیم. حالا سخن به آموزگار مؤسسه تحصیلات میانه رقم 112 اعلاچی معارف تاجیکستان بابویف نصرالدین. همه شما استادان، آموزگاران، مهمانان ارجمند، خوانندگان عزیز را برای شرکت ورزیدن در این همایشی که بخشیده به ابتکار 20 ساله رشد علمی طبیعت شناسی که از طرف پیشوای ملت اساسگذار صلح و وحدت در مؤسسه ما گزارنده شده ایستاده است و این همایش بخشیده به 70 سالگی گرامی داشتی استاد ما، استادان آموزگار فن متماتیک بابویف محمدامین ادامه دارد. شرکت ورزیدنتان از نام خودم، از نام اهل معارفچیان دیها، اینچنین اهل باشندگان دیها، همه مهمانان خوش آمدید میگویم و گفتنی هم هستم که استاد محمدامین بابویف طول 40 سال حیاتشان را در مؤسسه‌های دیهای غزه، ورزیکاندا و دیهای کمک ادامه دادند. در این عمر کوتاهشان شخصا من خودم شاگرد همون کس بودم، باری مشاهده نکردم که ساعت درسی را ترک کرده باشم. نسبت کار خود خیلی سخت بودم، انتظام بلند داشتم و درس را به خوانندگان خیلی فهم و روان میفهمدم. خیلی سختگیر بودم. سختگیری همون کس بود که در دیهای غزه، قماق، ورزیکاندا شاگردان زیادی برکمال رسیدند. شاگردان که شاعران، نویسندگان، آموزگاران به پایان رسیدند. در آخر گفته هستم که روحشان شاد بود، جاشان جنت باشد. استاد ارجمند ما.
سرچشمه آبادی دنیاست معلم. افراد بشر قطره دریاست معلم. حرف و سخنش عالمی صد پند و حیات است. صد شکر خدا از ماست با ماست معلم. سخن به خواننده صنف 4 خالقا و شکریه. سلام و درودی صمیمی نثارتان، مهمانان، استادان و خوانندگان عزیز، اشتراک شمایانی عزیز را به جشن 70 سالگی بابای عزیزم بابویف محمدامین خیر مقدم میگویم. کتابی حکمت و معنا معلم، چراغ در رهی فردا معلم، به نیروی که دارد در بساطش جهان را کند احیا معلم. نوری معرفت برایم باز کرد آموزگار، مرغ اقبالی بلند پرواز کرد آموزگار. بی سواد بودم سواد آموخت و چشمم باز کرد. از الف با حرف نو آغاز کرد آموزگار. درسی حسنی خط زبان و خوانش و آداب داد. بهر دانش جستنم را در تاز کرد آموزگار. تا کو شاید بر روی ما هر صفحه علم و هنر، بر کتابی زندگی همراز کرد آموزگار. او به ما آشنا بکرد تاریخ و فرهنگی بزرگ، خود به اجازات و سرفراز کرد آموزگار. می توانم من کنم از راهی استادم روم، بهری بنشستم زی پند دمساز کرد آموزگار. وقتی آن آمد که چون استاد ما دانا شویم، علم جمع تکرار کنیم آواز کرد آموزگار. امروز همه مردم سربلند تاجیکستان با تمام هستی درک می نمایند که استقلالیت مقدسترین و عزیزترین نعمت دنیا، رکن اساسی دولت آزاد و نیروی تکانبخش هر روزه ما می باشد. البته ما شرافت استقلال زیبای وطن بود که امروزها تمام ساحه‌های اجتماعی و اقتصادی جامعه روی به ترقی آوردند. در این روند یکی از ساحه‌های افضل‌الناک جامعه ساحه معارف که برای بلند برداشتن سویه دانش و معرفت جامعه سهم نظر است دارد روی به ترقی نهاده است. ما از آن خوشبختیم که در روحیه صاحب استقلالی کمال یافته ایستاده‌ایم و دولت آزاد و مستقل داریم. آزادانه تحصیل علم میکنیم و سرفراز از آنیم که چنین استادانی به دل و جان نزدیک و مهربان داریم که همیشه بهر دانش اندوزی ما خوانندگان زحمت‌های بی‌نظیر میکشند. بله، بزرگی نیز گفته بود چو استادان نیابی شخصی دلسوز، به شفق دل از آنها درس آموز. رسی روزی اگر که بر مرادت، تو را شادی بود استاد پیروز. حالا قرائت مرثیه انوربک ابونصر سوز دل در اجرای جلیلا و فیضی گل. ناله ای دل را شنیده خامه ام فریاد کرد، از گلستانی محبت یک گلی خوشبوی رفت. صد دریغی نیک مرد و نیک روی و راست قول، آن کی بود شیرین زبان شیرین بیان حق گوی رفت. گرچه بود مجری هر سه همه کردی شتاب، تا بچیند هر کجا
دانه ای رزقی پرش. با عذاب 40 هنر را از برایش کسب کرد. داشت از زندگانی در دلی خود نیش نیش. صد خیال بر سر و با قلبی مالامال مهر. هر پگاهی راه بر سوی دبستان داشت. گاه گاه پر حرارت تند می گفت ای سخن. در دلی رنجوری خود صد داغ پنهان داشت. ای برادر ریزی دفنی تو چیسان گویم سخن. اشکی چشمانم بود از قلبی پرسیزم گواه. چون شنیدم پیک مرگت ای عزیز و مهربان. آه بکشیدم زی قلب و گفتم من واه واه. ای کی بودی مونس و هم صحبت و هم نشین. من ندانم درد دل را با کی گویم بد از این. از دلی دل پرورم هر لحظه می آید صدا. در وفاداری نیابی همچو بابوئو امین. روی استاد زحمتکش و جانیسار بابوئو محمدامین جاویدان بود. من به هر یک پاره نانت قناعت میکنم. روی خارای عملهایت امارت میکنم. ای وطن ای وطن ای هدیه به منت یزدانی پاک. من به دامان نمازیت عبادت میکنم. بگذار مقدسات دولتداری ملی، زبان مادری، وحدت و یگانگی، استقلالیت ملی، همسفر دائمی ما و شما به سوی جامعه متمدن و فردای آباد و آسوده باشند. بگذار آرمان‌های والای استقلالیت، هدف‌های نجیب سازندگی و کار و پیکاری همیشگی الهام بخشی آینده نیک و زندگی آسایشته و آسوده‌انه ما گردند. در برابر دیگر آزمون ویکتورینه ها در مؤسسه با تشبث اتحادیه آموزگاران زبان و ادبیات تاجیک آزمون کتابخوانی بهترین گذرانیده شد. حالا قرائت شعر معلم باقی رحیمزاده در اجرای یکی از اشتراکچیان فعال آزمون خواننده صنف جبار و سفینه. شعر به نام نیکت آموزگار دارم. در انجمن به دستت چون تحفه سپارم. بهر سپاسی خاطر دستت همه فشارم. منت پذیرم از تو دائم برزگارم. زنده بزرگ هستی مثل پدر معلم. در عالم معانی همراه بر معلم. حرف درست خواندم از شوق می دمیدی. ناقص که می نوشتم بر خویش می تپیدی. تا سربلند باشم بسیار سرخمیدی. باری گرانی مهنت بر دوش خود کشیدی. زنده بزرگ هستی مثل پدر معلم. در عالم معانی همراه بر معلم. آموخته برایم آداب گفتگو را. وا کرده پیش چشمم دنیای آرزو را. سود برای مردم بخشنده بین امور را. در راه بختیابی معنای جستجو را. زنده بزرگ هستی مثل پدر معلم. در عالم معانی همراه بر معلم. در گیر و دوری هستی گفتی که با هنر شب.
بر اوج سر کشیدی از قعر با خبر شو از دانش زمانت پیوسته بهره‌ور شو در حفظ خلق و کشور فرزندی نامور شو زینر بزرگ هستی مثل پدر معلم در عالم معانی همراه بر معلم تقدیر نسل ملت بر ذمه تو بار است زین بیشتر به دنیا دیگر چه اعتبار است آمیزگار آنگه ممنون و بختیار است شاگردی با وفایش بر خلق افتخار است زینر بزرگ هستی مثل پدر معلم در عالم معانی همراه بر معلم. حالا سخن به خواننده صنف یک عوض و شهزاده. سلام ای رمز یکتایی بهار آمد بهار آمد سلام ای مرزی بابایی بهار آمد بهار آمد سلام ای شمس نورانی بقایی ارزی روحانی سلام ای نوی نوی بهار آمد بهار آمد سلام ای سازی مولانا سلام ای رازی مولانا سلام ای عشق زیبایی بهار آمد بهار آمد سلام ای عطر فروردین سلام ای غنچه نسرین سلام ای عید نوروزی عجب حیاتی گلدوزی سلام ای حسن رعنایی بهار آمد بهار آمد سلام ای زرفشانی ما بقایی مریانی ما بهار آمد بهار آمد. حالا سخن به خواننده صنف یک یارا و دلانگیز. من بهارم من بهارم من بهاری مشکبارم من بهاری لاله‌زارم من بهاری بی‌غبارم آمده بر سرزمین تاجیکستان بوسه از دلها برارم من بهارم آمدم با دامنی سبز آمدم هایم زمین و روی عالم سبز و خرم شد چهچه بلبل به گوش پیر و برنامه رسد فصلی دی رفت موسم گلها رنگارنگ شد من بهارم من بهاری بی‌غبارم زینتی هر یک دیارم آمدم تا از زمین خلق تاجیک غصه و غم را برارم من بهارم من بهارم. حالا سخن به خواننده صنف دو نصرالله و عبیده. ای معلم چشمه ای مهر و وفا ای معلم شهچراغی رهنما پندی تو باشد غذایی معنوی مهری تو اندر دلی ما گشته جا کردی ما را رهنما بر راه راست کجروی گفتی به ما کاری خطاست از تو علم و معرفت آموخته حرفی تو برنامه ای رفتاری ماست چون پدر غمخواه استی بهر من در دلی ما کرده جا مهری وطن دایما فرخنده و بالیده باش ای معلم رهبری والا سخن. حالا سخن به خواننده صنف سه کریمزاده مهنگار. نامی تو باشد ویدی زبانها زی تو گیرد علم هر فردی دنیا بی تو ندارد هیچ رنگ رزگار رهامزی ما هستی آمزگار علم و ادب را از تو اندیزیم آدمگری را از تو آموزیم بی تو ندارد نیر دبستان نامی تو باشد برابری جان. مورد به ذکر است
که به افتخار 70مین سالگرد استاد زنده‌یاد بابویف محمدامین در مؤسسه رقم 112 مسابقه های ورزشی و به مناسبت اعلان گردیدن سالهای 2020-2040 20 ساله آموزش فنهای طبیعی دقیق و ریاضی در 2 دوره آزمون‌ها راه اندازی نموده در این همایش دور نهایی آن جمع است و غالبان با دیپلم، افتخارنامه و سپاسنامه و تحفه‌های خاطروی سرفراز گردیدند. در فرجام چاره‌بینی دختر آموزگار زنده‌یاد سخن نموده به ماموریت مکتب شعبه معارف شهر بهر گرامیداشت خاطره پدر آموزگارش از نام همه پیوندان اظهار سپاس نمود. معلم تاری مویت گشت اسپید و نوری چشمهایت خیره گردید. هر آنچه داشتی از مال دنیا نمودی صرف شاگردان و امید. سلام و درودی به پایان مرا بپذیرید مهمانان، استادان و خوانندگان عزیز. شخصا از نام خودم و از نام اهل عائله‌مان منتداری بیان کردنیم و تشکیل کنندگان جشن 70 سالگی پدر عزیزم محمدامین بابویف. من افتخار از آن دارم که فرزندی چنین پدری معرفت پرور هستم. با مأموریت مؤسسه و همه آنهایی که در تشکیل و برگزار نمودن این محفل سهمگذاری نمودند منتداری بیان می نمایم. باز یک بار دیگر یک جهان تشکر که پدری مرا قدردانی کرده روح و روانشان را شاد گرداندند. سروری والا مقامم، نور ایمانم پدر، دلپذیری به نظیرم، نوری چشمانم پدر. ثروت و گنجینه‌ام بودی، همه گنجم برفت بعد مرگت. جان پدر جانم پدر. شعبه معارف مقامات اجرای حاکمیت دولتی شهر پنجکن همچون رمز احترام و شخصیت استاد زنده‌یاد آموزگار ورزیده اعلاچی معارف تاجیکستان بابویف محمدامین توفه تأسیس نموده است. حالا این توفه را ناظر شعبه معارف غفار محمد فیاض و فرزند استاد آموزگار مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 112 با بازداد صداقت می سپارند. شاعر برحق می فرماید زنده و جاوید ماند هر کی نکو نام زیست که از عقیبش ذکر خیر زنده کند نام را. بزرگان را بزرگان زنده می دارند میگویند. در شهر پنجکن چنین بزرگان زیادند و امید بر آن میبندیم که کار و زندگی نامه چنین افراد به نسل نورس نمونه عبرت میگردد و آنها نیز نامبردار شهر و دولت خود میگردند.